بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عزیزان، اون چیزی که در درس قبل از نماز خواندیم این بود که اختلافی که بین مخاطبین اولین قرآن کریم با حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و با قرآن بود. اون اختلاف روی مسئله اله بود، روی الوهیت بود. آنان اعتقاد داشتند که غیر از خداوند عزوجل هستند کسانی که شایستگی عبادت دارند که اونها را عبادت کرد، اما قرآن می فرماید غیر از الله هیچ کسی شایستگی عبادت ندارد. این مسئله خیلی مهم هست. این مسئله را یک مسئله معمولی و مسئله کوچک نپندارید بگیم اختلاف کوچکی هست. نه، این اختلاف اساسی و بنیادی هست. همه انبیاء الهی از سیدنا آدم تا خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم، هرچی رسول آمد همه برای اثبات همین موضوع در تمام کتب آسمانی، کتب الهی آمدند همین را تفهیم بکنند که ای مردم، بجز الله الهی معبودی ذاتی که ارزش عبادت داشته باشد بجز الله وجود ندارد. بعضی از آیات را صبح خدمت شما تلاوت کردم و بعضی از آیات هستند که اشاره میکنه آیات زیاد هستند، دهها و صدها آیه هستند. در سوره انبیاء داریم و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. یعنی هیچ رسولی را ما نفرستادیم مگر به سوی او همین پیام را وحی کردیم که ای مردم، هیچ معبود بجز من الله نیست، فقط مرا عبادت کنید. و غیر خدا را هر کسی عبادت کند الله عزوجل برای اون غیر الله تعبیرات سخت و تعبیرات شدیدی به کار میبرند. در سوره مبارکه نحل داریم ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در واژه طاغوت که در قرآن کریم آمده همین آیه هست داریم که طاغوت به معنی بت میاد، طاغوت به معنی شیطان میاد، طاغوت به معنای جنات میاد، طاغوت به معنی اون پادشاهان ظالم و مستکبری که مردم را بگویند از ما اطاعت کنید از خدا اطاعت نکنید، به معنی اون میاد. معنی زیادی داره، اما جامع ترین معنای طاغوت اونی که کل ما عبد من دون الله، هر کسی که بغیر از الله پرستش بشه و برای پرستشش اگر ذی عقل باشه، رضایت داشته باشه، مثلا سنگ، درخت، چوب، جن، انسان، وقتی که میگه منو عبادت کنید این طاغوت هست. الله میفرماید ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در سوره مبارکه هود داریم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله. یعنی موضوع کتاب اصلا اینه، اصل کتاب برای همین نازل شده. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی این کتاب به صورت وضوح و روشن از جانب ذاتی که حکیم و خبیر هست برای شما نازل شده و فرستاده شده که چی؟ الا تعبدوا الا ایاه.
در سوره مبارکه کهف هست که الله عزوجل به پیامبرش میفرماید ای پیامبر اعلام بفرما قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد. ای مردم من بشری هستم بسان شما مثل شما، اما به سوی من وحی شده که معبود شما معبود یگانه هست، بغیر از اون معبود. یعنی خلاصه وحی بر رسول الله و خلاصه مضامین قرآن هم همین است که انما الهکم اله واحد، معبود شما معبود یگانه هست. در سوره مبارکه اعراف داریم. ما اگر بخواهیم اون چیزی که بر همه انبیا نازل شد بخوانیم خیلی زیاد هستند. 2-3 آیه که بخوانیم بقیه را شما ذهنتون انشاءالله میره. الله میفرماید لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. این از کنم که داستان نوح که ای قوم ما لكم من اله غیره. همین سوره اعراف و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. همه انبیا دعوت اصلی همین بود، موضوع اصلی همین بود. بعض موضوعات فرعی هم در کنارشون بوده، اما موضوع اصلی مسئله اله بوده. ابراهیم علیه السلام واذکر فی الكتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. و بعد ابراهیم علیه السلام اون معبودان را شیطان هم می نامد یا ابت لا تعبد الشیطان الى آخره. بس عزیزان خلاصه اینه، این آیات 10 آیه هستند، 100 آیه هستند که بر انبیا همین مطلب نازل شد. خلاصه اینه که مهمترین مسئله اله هست در قرآن و خلاصه مسئله اله اینه که بغیر از الله عزوجل هیچ هستی، نه فرشته، نه پیامبر، نه پیر، نه امام، نه ولی، نه جن، نه انس، هیچ یکی، نه خورشید، نه ماه، نه ستاره، چون بحث همه اینها در قرآن است، هیچ یکی لیاقت عبادت ندارد، شایستگی عبادت ندارد. خب وقتی که این مسئله را ما مطرح میکنیم از سوی غلات و از سوی اهل خرافات یه سری شبهاتی ذکر میشه، یه سری اعتراضاتی ذکر میشه. اون اینه که همه این اقوامی که اینجا ذکر شدند همه اینها بت پرست بودند. ما لکم من اله غیره یا الا تعبدوا الا الله یا من دون الله. خب من دون الله بتها بودند، اونها بتها را عبادت می کردند. و بعضی ها از همین غلات میگویند که شما خیلی بی انصافید که ما را با بت پرستان یکی میدانید. آیاتی که بر علیه بت پرستان نازل شده اون آیات را برای ما میخوانید، در حالی که اونها سنگهای بیجان را ما فوق الاسباب، متصرف، نافع، ضار، غیبدان میدانستند، اما ما شخصیت‌هایی را غیبدان میدانیم. ما انسان‌های مقدس و والا مقامی را که این غیبدان دانستن اونها، نافع و ضار دانستن اونها تکریم اون انسان هاست، این شرک نیست. ما داریم در واقع یک صفت والا و لقب بالا به اونها میدیم. لذا میگن این کمال بی انصافی است که شما
آیاتی که بر علیه مشرکان بت پرست نازل شده و مراد از من دون الله، بسیاری از مفسران نوشتن من دون الله نزلت فی الاصنام، این آیه در رابطه با بت‌ها نازل شد و مصداق این بت پرستان هستند. شما چرا اون آیات را بر علیه ما تلاوت میکنید و میخوانید؟ این یکی از شبهات عمده و شبهات اصلی غلات هست، غالیان هست و عرض کنم که اهل خرافات هست. خدمت شما عرض کنم که اولا که تمام بت پرستان سنگ عبادت نمی کردند. بعدا اینو اثبات میکنیم که اونها سنگ عبادت نمی کردند. بالفرض اگر ثابت بشه که اونها سنگ عبادت می کردند، از کجا شما اینو گرفتید که فقط سنگ پرستی شرک و بقیه چیز پرستی شرک نیست؟ انسان پرستی شرک نیست، جن پرستی شرک نیست، فرشته پرستی شرک نیست. اینو از کجا آوردید؟ اگر عرض کنم که غیر از خدا من دون الله، کسی که عربی بلد است یعنی سوى الله، غیر از الله هر چی باشد این شرک، چه عرض کنم که سنگ پرستی باشد چه پیغمبر پرستی باشد. مگر مسیحیان سنگ می پرستیدن که قرآن اونها را هم کافر گفته و هم مشرک فرموده؟ اونها سنگ را نمی پرستیدند. اونها کی را می پرستیدند؟ عیسی مسیح را، مادرش مریم را و خدا را. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اونها می گفتند که خداوند از سه سومی هست. روز قیامت خداوند عزوجل از عیسی خواهد پرسید که یا عیسی انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، ای عیسی آیا تو گفتی که منو عبادت کنید و مادر منو عبادت کنید بغیر از الله؟ تو گفته بودی؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، بار الله تو پاکی، تو منزهی، سزاوار عیسی نیست که چیزی بگوید که حق نیست. من هرگز کلمه غیر حق را بر زبان نمیرانم. پس ببینید یهودی ها، مسیحی ها عیسی را می پرستیدند، یهودیان عزیر را می پرستیدند. حالا اگر ما بگیم فقط سنگ پرست مشرکه، اون وقت نباید یهود مشرک باشه، نباید مسیحی مشرک باشه. اختصاص دادن آیات شرک به بت پرستان، بعضی از علما گفتند که این در واقع مسخ چی هست؟ مسخ جهانی بودن قرآن است. قرآن کتاب جهانی هست. قرآن برای اهل مکه نازل نشد. در مکه سنگ پرستیده می شد، در هندوستان گاو پرستیده می شد، در شرق بودا را می پرستیدن، در ایران آتش را می پرستیدن، در عراق عرض کنم خورشید و ماه را می پرستیدن. در تمام دنیا معبودان مختلفی وجود داشت. الله عزوجل کتاب را نازل فرمود. این کتاب برای فقط اهل مکه نیست. و ما ارسلناک الا کافة للناس، ای پیامبر ما تو را برای همه انسان ها فرستادیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با رسالتی برای مردم شرق و غرب، شمال و جنوب مبعوث شدند. همه شرک ها را رد کردند. درسته اونجا در مکه بت می پرستیدن، اما در بقیه دنیا غیر بت می پرستیدن. بعضی ها آفتاب می پرستیدن، بعضی ها آتش می پرستیدن، بعضی ها انسان می پرستیدن. خود همین مشرکین مکه عرض خواهیم کرد که خود مشرکین مکه تنها سنگ نمی پرستیدند، اونها انواع معبودان را می پرستیدند. لذا نباید آیه را منحصر بکنیم به سنگ. اگر منحصرش بکنیم به اون مصداق اولی، اون وقت آیه عام نمیشه، عمومیتش از بین میره. همه علمای من گفتن العبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب لخصوص السبب. عموم لفظ اعتبار داره. لفظ قرآن کریم عام هست. در لفظ قرآن کریم کلمه صنم نیست، کلمه حجر و شجر نیست، کلمه من دون الله هست، کلمه غیر الله هست، کلمات دیگه که بنده خدمت شما تلاوت میکنم. چندین تعبیر وجود دارد. همه این تعبیرات شما دقت بفرمایید. کسانی که الفبای عربی را بلد هستند میدونند که همه این کلمات عام هستند. الله میفرماید ما من اله الا الله، ما من اله الا الله، هیچ معبودی نیست الا الله بجز. ما عام هست، من ارز کنم وقتی که ما بر من داخل بشه عمومش را بیشتر می کند. ما من اله الا الله. و باز در سوره هود الان خواندیم الا تعبدوا الا الله، عبادت نکنید. کسانی که عربیت بلد هستن میدونه وقتی که مفعول حذف بشه معنای عموم میده. نفرمود الا تعبدوا حجرا، الا تعبدوا صنما، الا تعبدوا وثنا، الا تعبدوا شجرا، نه، بلکه الا تعبدوا عام کرده، شامل جمادات و انسان ها میشه، شامل اشجار و نباتات میشه. الا تعبدوا شیئا، الا تعبدوا احدا، در حالی که این تعبیرات شیئا و احدا هم بعداً می آید. امر الا تعبدوا الا ایاه وقضى ربك الا تعبدوا الا ایاه. الله فیصله کرده، دستور صادر کرده که هیچ کسی را بغیر از الله عبادت نکنید. و باز تعبیر دیگه شیئا هست. شیء هر چیزی را شامل میشه. هر کسی عربی بلد میدونه که شیئا عام هست. سنگ شیء، چوب شیء هست، درخت شیء هست، خورشید یک شیئی هست، انسان شیئی هست، جن شیئی هست. پس شیئا به معنای عام هست. الله می فرماید قل یا اهل الكتاب، اعلام بفرما ای اهل کتاب، تعالوا الى کلمت سواء، بیایید بسوی یک کلمه که برابر است بیننا و بینکم، بین ما و بین شما. ای اهل کتاب، من و شما بر یه چیز متفق القولیم. اون چیه؟ الا نعبد الا الله، اینکه ما عبادت نکنیم بجز الله، ولا نشرک به شیئا، و شریک نگیریم هیچ شیئی را با الله، هیچ شیئی را شریک نگیریم. یا در سوره مبارکه نساء، این سوره آل عمران بود، سوره نساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، الله را عبادت کنید هیچ شیئی را شریک نگیرید. یا در سوره مبارکه انعام، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شیئا. پس این تعبیر سوم بود. تعبیر اول من دون الله، تعبیر دوم الا الله، تعبیر سوم شیئا، و تعبیر چهارم احدا. الله عزوجل کلمه احد، کسی که عربی بلده میدونه که احد برای افراد بکار برده میشه، برای سنگ بکار برده نمیشه. سنگ احدی نیست، ولی انسان یک کسی هست، نه احد هست. پس الله عزوجل کلمه احد را چند بار در سوره کهف بیان فرموده. لکن هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا، ولا اشرک بربی احدا. یا آخر سوره کهف، یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، لم اشرک بربی احدا. در سوره جنات بعد از اینکه کلام الله را شنیدند،
قرآن الهی را شنیدند، از قرآن چی فهمیدند؟ جنات چی چیزی درک کردند؟ قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بعد از اینکه قرآن را شنیدند گفتن انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد، راه درست و هدایت را راهنمایی میکنند. فآمنا به، ما ایمان آوردیم. ولن نشرک بربنا احدا، ما احدی را با ربمون شریک نمیگردانیم. پس ببینید عزیزان، همه این تعبیرات به معنی سنگ نیست. این مسخ قرآن هست، این تحریف قرآن هست که بیاییم ما بگیم که ما من شدیم بت را عبادت نکنیم. غیر بت را اگر کسی عبادت بکنه، مجسم بودا، خب اونم بت هست، ولی خورشید که بتی نیست، ستاره بتی نیست، آتش بتی نیست. اینا را کسی بگه نه، یا انسان ها اشکال نداره عبادت اینها، نه. الله عزوجل کلمات عامی تا جلوی این نوع خرافه پرستان گرفته بشه در قرآن استفاده فرموده. و بعد ابتدای جواب عرض کردم که مشرکین مکه سنگ عبادت نمی کردند. بت‌ها را که با سنگ می تراشیدند در واقع مقصود خود سنگ ها نبودند، مقصود اون شخصیت هایی بودند که این سنگ ها نماد اون شخصیت ها بود. مثلا سنگ را به شکل یک شخصیتی که او بهش اعتقاد داشت، حتی بسیاری از شخصیت هایی که ما هم به اونها اعتقاد داریم، به شکل اونها درست کردند. لذا مقصود اونها خود سنگ نبود، مقصود اونها همون شخصیت بود. مثلا بت هبل، حالا این بت و بسیاری از علما نوشتند که در واقع این بت مال هابیل بود. هابیل فرزند مظلوم سیدنا آدم علیه السلام که شهید شد، حالا به شکل او بتی درست کرده بودند، اسمش هبل بود. یا بت سیدنا ابراهیم را و بت سیدنا اسماعیل را حتی اینها درست کرده بودند. در روایت ها داریم که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مکه مکرمه را فتح کردند و دستور دادند که خانه کعبه داخلش و اطرافش پاکسازی بشه، از بت‌ها همه بت‌ها را می بردند. در میان این بت‌ها دو تا بت بودند که منسوب بودند به نام ابراهیم و اسماعیل، یعنی بت این پیامبران الهی را هم اونها درست کرده بودند. پس مقصود اونها سنگ نبود، اون اشخاص بود، اون افراد بود. یا در رابطه با بسیاری از همین بت‌ها، بت جنات هم بودند، جنات هم بودند، یا بقیه انسان هایی که از نظر اونها، مثلا لات، بت لات که در قرآن مجید هم آمده، افرأیتم اللات والعزى، لات انسانی بود، عزا جنیه بود. لات در تمام تفاسیر آمده کان رجل یلت السویق، مردی بود که سویق را، سویق یا ستو به اصطلاح محلی، اینها را قاطی میکرد، شربت درست میکرد، به حاجی ها میداد. یک انسان سخی بود در همون زمان جاهلیت، یک انسان عرض کنم که سخاوتمند بود که نشسته بود بر یک سنگی و همیشه در موسم حج حاجی ها که می آمدند لط به معنی قاطی کردن و عرض کنم شربت درست کردن، از همون سویق و ستو شربت درست میکرد، لذا اسمش را لات گذاشتند، یعنی قاطی کننده. بعدن الان بعضی میگن اسمش عمرو ابن لحا بود، بعضی میگن اسم اسمای دیگه ذکر کرده، الان اسمش هرچی بود، ولی این یک فردی بود، یک شخصی بود.
بعداً به نام او بتی درست کردند. هم اون سنگی که صندلیش بود او را هم عبادت می کردند، اون محل نشستنش را، اون به اصطلاح قدمگاهش را از او هم برکت می گرفتند، او را هم عبادت می کردند و این بتی که ازش درست کرده بودند اون هم درست عبادت می کردند. یا عزا در احادیث می آید، هم در رابطه با عزا هم درباره منات می آید که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بعد از این که مکه را فتح کردند جمعی از صحابه را فرستادند. در یک روایت می آید که حضرت خالد ابن ولید را فرستادند با 20 نفر از یاران و صحابه. در یک روایت دیگه می آید صحابی دیگه به نام حضرت زید، ایشون را فرستادند. اینها رفتند اون درختی که مردم می رفتند در یکی از وادی ها بود، وادی های مکه، رفتند که اونجا اون درخت را فرمودند بری عزا را تخریب کنید یا منات را تخریب کنید، هر دو روایت. اون صحابی بزرگوار رفت، وقتی که رفت درخت را قطع کرد. در یه روایتی است برگشت، رسول الله فرمود چه مشاهده کردی؟ گفت که قطعش کردن. گفت نه اون عزا نبود، برو عزا را از بین ببر. مجدد برگشت و وقتی که مجدد برگشت و داشت اون تنه درخت را میزد، یه جنیه‌ای که صحابه او را مشاهده کردند داشت فرار میکرد و واویلا میکرد و سرش را میزد. حضرت خالد ابن ولید به اون حمله ور شد و او را دو نصف کرد و تا اینکه ناپدید شد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود عزا همین جنیه و این شیطانه بود که مدتها مردم میرفتند فریاد میزدند، اون هم صدای از خود در می آورد، اون هم با صداهای عجیب و غریب و با حرکاتی که از خود نشان میداد مردم را فریب میداد. لذا فرمود که اصل عزا یا اصل منات این بود. پس مردم بت را تنها عبادت نمی کردند، درخت را عبادت نمی کردند. این درخت نمادی از اون جنیه بود، این بت نمادی. حتی ما تو روایت ها داریم که بت ستاره ها را هم درست کرده بودن، یعنی بت های به شکل ستاره ها درست کرده بودن، به شکل خورشید درست کرده بودن، به اشکال مختلفی درست کرده بودن. اونها هر چیزی را عبادت می کردن. پس عبادت اونها عبارت است از عبادت انبیا، ملائکه که ملائکه را می گفتن بنات الله هستند، فریاد می زدن. اولیاء الله در سوره مبارکه نوح صبح هم خدمت شما عرض کردم که اسم 5 تا بت آمده. همه مفسران در رابطه با اینها می نویسند، در روایت ها هم آمده که اینها نام 5 نفر از صالحین بودند، انسان های صالح، وارسته، عابد، دوست داشتنی، که بعد از اینکه مردند با راهنمایی شیطان بت اونها درست شد، مجسمه اونها درست شد. پس هدف این مجسمه، خب اینها اینقدر عقل داشتن که این مجسمه را من دارم با سنگ میتراشم، من دارم با چوب درستش میکنم، ولی اونها میگفتن وقتی که به شکل اون بزرگوار در آمد، اون وقت روحش در این مجسمه حلول میکند، هرچی که من ازش حاجت بطلبم حاجت من را برآورده میکند. پس هدف سنگ نبود، هدف چوب نبود، هدف انسان بود. پس میتونیم بگیم که اونها انسان پرست بودند، اونها به گمان خودشون اولیاء پرست بودند، اونها ستاره پرست بودند، خورشید پرست بودند. ستاره پرستی، خورشید پرستی، جن پرستی، همه اینها در قرآن کریم هست. لذا وقتی که عزیزان حقیقت بت‌ها را ما بررسی میکنیم، میبینیم که اکثر بت‌ها یا انسان بودند یا جن بودند، یعنی در واقع مجسمه اونها را درست کرده بودند. و نکته دیگر که نکته آخر هست در این قسمت، اون اینه که وقتی که اونها میخواستند به نام این بت‌ها یه چیزی را ذبح بکنند،
صدقه بکنند، خونی را بریزند. نمی گفتم به اسم الحجر، به اسم شجر، به نام سنگ. یا اگر میخواستند اسامی فرزندان خودشون را بگذارند، اسم عبدالشجر نمی گفتند، عبدالحجر نمی گفتند، عبدالصنم نمی گفتند، عبدالوصن نمی گفتند. اسم همون انسانها را می آوردند، اسم همون جنات را می آوردند. عبداللات، عبدالعزا، عبد منات می گفتند. لذا اونها پس مقصود از عبادت اونها خود اشخاص بود. مقصود از عبادت اونها از کنم خدمت شما که سنگ و چوب نبود. بنابراین این غلطه که کسی بگه که چرا شما آیاتی که برای بت‌ها نازل شده این آیات را تلاوت میکنید بر علیه کسانی که اولیاء الله را تعظیم میکنند. حالا تعظیم اولیاء الله چیه؟ اینه که صفات خدایی را به اونها بدند، اونها را عالم الغیب بدانند، اونها را نافع و ضار بدانند و بر اساس این دیدگاه اونها را سجده بکنند، قبر اونها را طواف بکنند. بالاخره یکی هست، من دون الله هست، شیئا هست، احدا هست الی آخری. و در آخر یک شبهه خدمت شما عرض می کنم که این شبهه را، یا دو تا شبهه بگم بهتر هست، این دو تا شبهه را عموما اهل خرافات مطرح می کنند. یکی از شبهات اینه که اونها می گویند اگر بحث صدا زدن باشه، بحث کمک گرفتن باشه، شما هم از هم دیگه کمک میگیرید. یک کسی هست گرسنه هست، میره از یک آدمی که توانگر هست، دارا هست، از او کمک میگیره، میگه به من نان بده، به من پولی بده. خب وقتی که از اون اولیاء الله کمک گرفتن شرک باشه، این از حاجی آقای پولدار کمک گرفتن هم باید چی باشه؟ شرک باشه. پول میگیرید. یکی از علمای موحد شعری به زبان اردو سروده بود که من شعر را امروز یادداشت نکردم. خلاصه اون شعر و معنای اون شعر اینه که این نوشته بود که اون چه چیزی هست که از خدا به تو نمیرسه که شما میری غیر خدا را صدا میزنید. چنین مفهومی. اون چه چیزی هست که خدا به شما نمیده که شما میرید از غیر خدا میگیرید. یکی از خرافاتی ها و مشرکین جوابش را داده، گفته اون چنده هست، طعنه زده، نه اون چنده هست که شما ملاها میرید از پولدارها میگیرید. یعنی چه؟ یعنی اگر کمک گرفتن از غیر خدا شرک، این چنده و جمعوری به اصطلاح برای ساخت و ساز مسجد و مدرسه، اینم شرک، اینم کمک گرفتن هست. ببین به این صورت شبهه ایجاد میکنه. یا مثلا از کنم که در باب خالقیت اونها میگویند که شما میگید خالق فقط الله هست. در قرآن آمده که عیسی میگه انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، من برای شما از گل مثل هیئت پرنده برای شما درست میکنم. یا فتبارک الله احسن الخالقین، ذات الله بابرکت هست، برکات دهنده هست، اون ذاتی که بهترین خالقین است. معلوم میشه دیگه خالقین هم وجود داره که الله بهترین خالقین است. لذا میگن که خب این صفات را خود قرآن بیان کرده. عرض به خدمت شما که این متاسفانه دجل هست، این فریب دادن هست. چرا؟ چون که اون چیزی که ما ذکر میکنیم لازم هست هر جا این قید را شما ذکر کنید که اگر غیر خدا را نافع دانستن، ضار دانستن مافوق اسباب، کمک گرفتن از غیر خدا مافوق اسباب، غیر خدا را فریاد زدن مافوق اسباب، با این قید اگر بگید این شبهه را کسی نمیتونه مطرح بکنه. ما معتقدیم که
استمداد گرفتن و کمک گرفتن بر دو قسم است. یکی هست استمداد ما تحت اسباب در قالب اسباب، یعنی شما اسباب را بکار میبرید. به کسی میگه که یه لیوان آب به من بده، خب این در قالب اسباب هست نه؟ به کسی میگه که لقمه نان به من بده، به کسی میگه دست من را بگیر از اینجا که نمیتونم بلند بشم. این در ما تحت اسباب، در قالب اسباب و وسایلی که این اسباب و وسایل را الله خلق فرموده. این لیوان آب را الله خلق فرموده، آب را الله فرستاده، نان را الله فرستاده، رزق و روزی ما. در قالب اسباب اگر از کسی کمکی کسی بخواهد، چه آب باشد، چه نان باشد، چه پول باشد، چه کمک جانی بدنی دیگه باشد، این در قالب اسباب هست. این تحت اون بحث ما قرار نمیگیرد. ما اون کمکی را، اون استمدادی را، اون دعا و ندایی را شرک میدانیم و ممنوع میدانیم که ما فوق اسباب باشه، یعنی در قالب اسباب مادی و دنیوی نه. همینطور انسان اعتقاد داشته باشه مثلا اینجا اگر یه عزیز پشت دیوار باشه، من صدا بزنم بالاخره صدای منو میشنوه، ما تحت اسباب نزدیکه. اما اون در از کنم که فلان قبرستان خوابیده، من از اینجا صدا بزنم و معتقد باشم اون سبب اون صدای منو میشنوه، پس این مافوق اسباب، بالاتر از اسباب اعتقاد دارم که او صدای منو میشنوه. یا کسی در آمریکا هست، من در ما تحت اسباب شاید با او صحبت بکنم، گوشی را بر میدارم، به وسیله گوشی صدایم به آمریکا میرسه، به تهران میرسه، دورترین نقطه دنیا میرسه. اما ما فوق اسباب، سوا از این اسباب صدای من کسی نمیشنوه. سمیع و بصیر فقط الله است. انه هو السمیع البصیر. کسی که در دورترین نقطه دنیا هست در قالب اسباب میتونه مرا ببینه، در ویدیو کنفرانس میتونه مرا ببینه، به وسیله لایو زنده میتونه منو ببینه، چون که از اسباب داره استفاده میکنه. همین اسبابی ما اینجا گذاشتیم همه ببینند، بشنوند، استفاده بکنند. اما بگیم کسی سمیع و بصیر هست، از اون سر دنیا اتفاقی که این سر دنیا میفته اون میشنود، اون خبر دارد. این صفت الله است. انه هو السمیع البصیر. این به این معنا هست. خالقیت هم به همین معنا. انسان ها هم میتونن که به معنای مجازی خالق باشن، یعنی یه چیزی را خلق بکنن، درست بکنن. یه نجار این میز را خلق کرده، درست کرده. یعنی چی؟ یعنی از اسبابی که اسباب عادیه که الله اون اسباب را آفریده، از این اسباب استفاده کرده و درخت را عرض کنم تبدیل به چوب کرده، درستش کرده. بعد از چوب، از انواع اسباب، چسب و میخ و فلانو که شما بهتر میدونه، از اینها این میز را، این کمد را ساخته، درست کرده. این الان خالق شد ما تحت اسباب، در قالب اسباب. بحث ما تحت اسباب نیست، در قالب اسباب نیست. بحث ما فوق اسباب است. لذا ما معتقدیم که ما فوق اسباب، هیچ هستی نه نافع هست نه ضار هست، نه سود میرساند نه ضرر میرساند. ما فوق اسباب، هیچ هستی صدای ما را از دور نمیشنود. صدای ما را فقط و فقط الله هست میشنود. عالم الغیب فقط الله هست، نافع فقط الله هست، ضار فقط الله هست. الله عزوجل هست که دارای این صفات هست. این یک شبهه هست. یک شبهه دیگر که هم مربوط به این درس و بیشتر مربوط به درس صبح هست که ما گفتیم که حتی انبیاء الهی در عالم اسباب، عرض کنم که در عالم کون، در عرض کنم که این کائنات هیچ نوع تصرفاتی ندارند. بسیاری از خرافاتی ها، مشرکین
استدلال می کنند از معجزات. صبح هم خواندیم احمد رضا خان بریلوی از یک عرض کنم که روایتی، البته یه روایت موضوعی هست که به امر رسول الله صلی الله علیه وسلم خورشید برگشته و نماز عصر را که میخواسته قضا بشه دوباره وقت نماز برگشته، این از اساس اشتباه است. اما یه روایتی درستی هست که یکی از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم است که آن حضرت رفتن برای نیاز انسانی قضای حاجت و جای مناسبی که حجاب باشد، حائلی باشد نیافتند، اشاره به دو تا درخت کردند. این دو تا درخت از جای خودشون به بنابر حکم الله و معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها در کنار هم قرار گرفتند و حجابی برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم درست شد. حالا این روایت را امثال این آقای بریلوی میگیره و میگه معلوم میشه که یا مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید سنگی هست که من قبلا میرفتم به ما سلام میگفت، سلام میداد. این در روایت صحیح هست، در روایت بخاری هست. حالا میگه معلوم میشه که رسول الله مالک احجار و اشجار هست، تمام سنگ ها و درخت ها را بر اینها ملک میراند، بر اینها حکومت میکند و از این قبیل معجزات. یا مثلا یک کسی از کنم تو همین لایو ما از یکی از شهرهای همین ایران اعتراضی نوشته بود در همون کامنت ها که شما میگید که انبیا نمیتونن شفا بدن، چطور پیراهن یوسف یعقوب نابینا را بینا میکند؟ حالا اینا معجزات هستند. معجزات الهی اولا که خارج از حدود و قوانینی هستند، چون اینها کارهای خارق العاده هستند. و بعد ما معتقدیم که گرداننده اون پیراهن به عنوان شافی کار یوسف نیست، کار خدای یوسف است. معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه، اما کلید معجزه به دست الله است. کلید معجزه به دست الله است. اگر این پیراهن میتونست کاری بکنه، مگر هم پیراهن یوسف را نیاوردن برای یعقوب؟ و جاءوا بقمیصه بدم کذب، پیراهنش را با خون دروغی نیاوردند؟ گفته این پیراهنش گرگ او را خورد. چرا اون پیراهن نتونست کاری بکنه؟ اونجا امر الله نبود، اونجا دستور الله نبود. و معجزه از دست پیغمبر ظاهر میشه، ولی تا الله نخواهد معجزه هیچ وقت ظاهر نمیشه. موسی علیه السلام صاحب معجزه، ولی وقتی که معجزه ظاهر میشه خود موسی پا به فرار میگذاره، معلوم میشه در اختیارش نیست. یا موسی لا تخف انک من الآمنین، به محض اینکه اژدها را دید فرار کرد. الله فرمود موسی نترس، تو ایمنی، به تو هیچ آسیبی نمیرسه، به تو هیچ مشکلی نمیرسه. اگر معجزه موسی علیه السلام در اختیار خودش بود، در دست خودش بود، کلید به دست خودش بود، چرا بترسه؟ یا معجزه عیسی علیه السلام به دست عیسی ظاهر میشه، کلید به دست الله است. تا الله نخواهد معجزه نمیشه. مثلا همین آیاتی که میخوانیم انی اخلق لكم من الطین كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، مفسرین نوشتن لا باذنی، و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى باذن الله و انبئكم بما تاكلون و ما تدخرون في بيوتكم. همه اینها باذن الله است. بدون اذن الله عیسی نمیتونه کاری بکنه. مسیحیان به عیسی گفتن عیسی ما معجزه میخواهیم. چه میخواهید؟ مائده، سفره، سوره مائده. حضرت عرض کنم که علت وجه تسمیهش هم همینه. عیسی علیه السلام میگه بر الها از تو معجزه میخواهیم، سفره میخواهیم که از اون سفره انزل علینا مائده من السماء،
سفره نازل بفرما که ما از غذای اون سفره بخوریم. الله عزوجل هشدار میده. ببینید عیسی نمیتونه معجزه رو بیاره تا زمانی که الله نخواد. الله تذکر میده، هشدار میده. قال الله انی منزلها علیکم. عیسی به این افرادت، به این مطالبه کنندگان بگو اون معجزه رو من نازل میکنم. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. لذا عیسی علیه السلام نمیتونه خودش معجزه به تنهایی بیاره. یوسف علیه السلام نمیتونه خودش معجزه را بیاره تا زمانی که الله نخواهد. اون قمیص اول کاری نمی کند، پیراهن اول کاری نمی کند، پیراهن دوم به امر الله کار می کند. پس اینجا کار پیغمبر نیست، کار الله هست. ما هم میگیم صدا بزن، کمک بخواه از اون ذاتی که این قمیص را شفا کرد، سبب شفا کرد، از اون ذاتی که معجزات به دست او هست. و در آخر این آیه که الله عزوجل می فرماید که و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه. این مشرکین میگویند که چرا آیه معجزه‌ای از جانب رب نازل نمیشه؟ الله تعالی می فرماید قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. آیات و معجزات دست من نیست، دست الله است. معجزات را الله عزوجل نازل می فرماید. اما من بنده خدا هستم که نذیر مبین هستم، من ترساننده آشکار هستم برای شما. لذا عزیزان این خلاصه مسئله اله هست که و این شبهاتی بود که در رابطه با مسئله اله مطرح می کنند و مزیدش همین مفصل هست. مزیدش را انشاءالله در خود قرآن مجید می خوانیم. یک خلاصه از درس صبح تا الان عرض می کنم که همونطور که مراتب توحید 4 تا هستند، در هر مرتبه از مراتب توحید اگر کوچکترین شرکی انجام بگیره، اون شرک در همون مرتبه میشه. مثلا اگر کسی اعتقاد داشته باشه که بغیر از الله عزوجل کسی میتواند مدیریت بکنه عالم را، کسی میتواند تصرفاتی داشته باشه، نافع و ضار باشه، اولاد بده، فقر را دور کنه، مریضی را شفا بده، این تصرفات اختصاص به الله داره. آیات را صبح هم تلاوت کردم، انشاءالله در قرآن کریم صدها آیه میخوانید. این اعتقاد را اگر کسی داشته باشه، این میشه شرک فی التدبیر و التصرف. این میشه شرک فی التدبیر و التصرف. اگر کسی اعتقاد داشته باشه که عبادت برای غیر الله جایزه، عبادت برای غیر الله جایزه و غیر الله را عبادت بکنه، این میشه شرک فی العبادت. حالا اقسامی داره، استاد بزرگوار ما چندین تقسیم کرده: شرک فی السجده، شرک فی الرکوع، شرک فی الدعا، یعنی از غیر خدا کمک خواستن. شما انشاءالله در اولی سوره که ما سوره مومن آغاز میکنیم، الله عزوجل میفرماید که دعا را و عبادت را یه چیز میداند. دعا هو العباده، رسول الله فرموده الدعا مخ العباده. دعا اساس عبادت است، مغز عبادت است. الله میفرماید ادعونی استجب لكم و قال ربكم ادعونی استجب لكم. مرا فریاد بزنید من اجابت میکنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. چرا نفرمود ان الذين يستكبرون عن دعائي؟ چون بحث ادعونی بود. نه، الله عزوجل به من شما میفهماند که اون دعا همین عبادت است. دعا همین عبادت است، عبادت دعا هست. پس کسی که از غیر الله کمک میخواد، این میشه شرک
فی العباده، شرک فی الدعا. کسی که برای غیر خدا طواف میکند این میشه شرک فی الطواف. لذا بر اساس انواع عبادت ها، یا شرک فی الحلف، کسی که غیر خدا را سوگند به غیر خدا. البته اینجا چی دارد؟ توضیح دارد که انسان عبادت بکند یا دعا بکند، فریاد بزند، اعتقاد داشته باشد مافوق اسباب، اون نافع هست، اون ضار هست، اون صدای منو میشنود، اون سمیع هست، اون بصیر هست، اون حاضر هست، اون ناظر هست، اون عالم الغیب هست. با این عرض کنم دیدگاه ها. همچنین سوگند، وقتی که کسی به غیر خدا سوگند میخورد، به فلان، به پیر، به پیغمبر، اعتقاد داشته باشد که پیر و پیغمبر مافوق الاسباب عالم الغیب هستند، مافوق الاسباب نافع و ضار هستند. اگر من به دروغ قسم بخورم منو میزنه، منو نابود میکنه. اگر راست قسم بخورم، درست قسم بخورم، عرض کنم که با من کاری نداره یا به من نفع میرسانه، صدای منو میشنوه، از حال من خبر داره. لذا با این دیدگاه این میشه شرک فی الحلف، سوگند. اما بعضی ها عادت کردند، اعتقادی ندارند، چون که مشابهت دارد این سوگندشون به، از کنم بعضی مردم بدون اعتقاد میگن به پیر، به پیغمبر، اعتقاد ندارند، باور ندارند نافعیت اونها را، مافوق الاسباب، عالم الغیب بودن اونها را، سمیع و بصیر بودن اونها را. خب این کراهت دارد، چون که مشابهت دارد با سوگند مشرک، این مکروه است. به هر حال اینا انواع شرک هستند: شرک فی الحلف، شرک فی العباده، شرک فی الطواف، شرک فی العلم. فی العلم اینه که از علومی که اختصاص به الله عزوجل دارند. چندین نوع هستند. خواص علمی الله عزوجل را انشاءالله در قرآن میخوانیم که علم الله عزوجل محیط به کل شیء هست. علم الله عزوجل به تمام مغیبات از همه غیب را میداند. اینا اختصاص به الله دارند، یعنی غیر از الله هیچ کسی از این علوم ندارد. یا علم الله عزوجل به مغیبات خمس، 5 تا چیزی که اونها را غیر از الله نمیداند. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، که همه اینها را انشاءالله میخوانیم در قرآن، تفسیرشون را میخوانیم. اینها را فقط الله داره. کسی اگر اعتقاد داشته باشد که فلانی یعلم ما فی غد، درباره فردا میدوند، خیلی مردم میرن پیش این کاهن ها، پیش اینهایی که از جنات خبر میدن، میگه آینده منو نگاه بکن یا فال منو بگیر، آینده چطوره، این کار خیر هست یا شر هست. همه اینها از همین نوع اعتقادات خرافی هستند. این شرک فی العلم هست. یا عرض به خدمت شما که الله عزوجل از جمله خواص علمی الله عزوجل همین که قبلا عرض کردم، سمیع هست، هر سخن را مافوق الاسباب شنوا، بصیر هست، هر حرکت را مافوق الاسباب بینا، حاضر و ناظر هست، یعنی هر جا شما باشید الله عزوجل علمش نسبت به شما هست، حاضر هست، ناظر بر اعمال شما هست، بیننده اعمال شما هست. همه اینها در قرآن هست. والله بما تعملون خبیر، والله بما تعملون بصیر. لذا اینا جز خواص علمی الله عزوجل هستند. این خواص علمی الله عزوجل، چه علم غیب، چه سمیع، چه بصیر، چه محیط بكل شیء، چه مغیبات خمسه، چه حاضر و ناظر، اینها را اگر ما اعتقاد داشته باشیم برای غیر الله، این چی میشه؟ این میشه شرک فی العلم. بسیاری هستند که جاهای وقتی که منشینند سر سفره یه جای خالی میگذارند، میگه این جا برای فلان هست که ایشون میان میشیند. چنین چیزی وجود نداره، اینها ثابت نیست، اینها همه خرافات هستند. یا شیخ ما تعریف میکرد از یکی از پیرهای دروغگو
که با مریدانش راه می رفت می گفت که چون اونا اعتقاد دارند که آن حضرت صلی الله علیه وسلم همه جا حاضر و ناظر است، اینجا حضور داره، اعمال ما رو می بینه و کلمات رو می شنوه، لذا میگه مریدان داشت از یک جای می رفت، از راهی می رفت، یه جای رسید گفت السلام علیکم، دستها را باز کرد و گویا معانقه میکنه. همه تعجب کردن اینجا کسی نیست. گفت حضرت چه خبره؟ کی بود؟ گفت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آمده بود، ما با ایشون معانقه کردیم، مصافحه کردیم. حالا این بر اساس همون دیدگاه هست، بر اساس همین عقیده هست و امثالهم چندین داستان خرافی و دروغین. لذا عزیزان همه اینها جز خرافات هست. ما باید عقیده را، دیدگاه را از قرآن بگیریم، ایمان را از قرآن بگیریم. وقتی که قرآن در میان ما باشد اون وقت انشاءالله هیچ تزلزلی نخواهد بود. این خلاصه مسئله اله بود و مقدمه بود.